شما خودت سوال کردین که کاش که من یادش می‌داشتم که خودم ما مبارزه کردیم. سخت است یقینا مبارزه با نفس و مبارزه با شیطان کار عادی نیست. در حد تعبیر اگر بگویم چندین چیز میتونه که دست تعاون بده تا ما با نفس خود مبارزه بکنیم. اول یک روز دیگه هم عرض کرده بودم که هرگاه تعبیر از نفس میکنیم، این در حقیقت تعبیر از عکس العمل روح ماست. نفس یک چیز جدا نیست. هرگاهی بدن ما تغذیه به حلال شود، حلال بخورد، حلال بگوید، حلال ببیند، حلال بشنود، روح به نفس ملهمه تبدیل می شود. هر جایی که خوبی است به تو الهام می کند، هر جایی که بدی است به تو الهام می کند نکنی. هرگاه ما تقویتش بکنیم، یعنی دساتیری که نفس ما، زیرا روح در بستر پیکر مادی ما عکس العمل نشان میدهد، بیشتر متوجهشون به غذای ما. بعد نتیجه دیگه چی می شود؟ نفس ما طبیعتاً لوامه می شود. خودم علامت میکنی که او انسان تو میتونستی بسیار کاری کلان بکنی ولی چرا نکردی؟ بعد اگر ادامه بدیم به نفس مطمئنه تبدیل می شود. یعنی ولو که فقیر هستیم به فقر خود مطمئن هستیم، میگه می خوب است. نفس مطمئن میشه به تقدیر خداوند متعال، راضی میشیم و از جذب و فضل و اعتراض دوری میگیریم. اگر بیشتر متوجه شدیم، بعض نفس راضیه می شود، نفس مرضیه می شود. هرگاه ما در رزق خود متوجه نشدیم، هر چیز را در دهن خود انداختیم، هر چیز را دیدیم، هر چیز را شنیدیم، هر چیز را بگوییم، روح ما ضعیف می شود. طبیعتاً عکس العمل دیگه میده که نفس اماره بالسوء است. و نفس اماره بالسوء از این خاطر یکی است، زیرا که یک بار افتیدی دیگه افتیدن است. چقدر افتیدی باز نگو دیگه، افتیدی دیگه، بس انسان مفتن. بس اگر خواسته باشیم که ما درست بوده باشیم، لقمه‌ای که میخوریم دیگه بسیار احتیاط بکنیم، آمدن نان خود بسیار احتیاط بکنیم. دو، اگر خواسته باشیم که مبارزه بکنیم با شهوات ما، تواضع و انکسار فروتنی را قصداً در درون خود بیاریم. از چیزی که سبب می شود که ما را کلان نشان بده از دوری بگیریم. سفیان ثوری رحمت الله علیه یک روز مبارک با شاگردایش روان است دیگه، یارا گفت شما اینجا باشه من کمک او میخورم. کسی برش گفت که صاحب من برات او میارم. گفت نی، اما گفت از برای خود یک دفعه خود مرا بگذاره که می خودم خود امی زحمت و گلی چی را خود جان خود به احساس بکنم. من چی کاری بکنیم که نفس ما بشکنه؟ با بازار برو سودا بیار و خودت بیار، او بیار. صحیح شد؟ چطور بشکنانی؟ جارو بکن مسجد را جارو بکن، کار را بکن که مردم را خرد فکر میکنن، همون کار را بکن، بگذار که نفست بشکنه. این کار رایی است. چقدر که دیگران را احترام زیاد بکن، بس از ری سفید پیش نشو، از علما و امیر رقم تا که خرد شوی. انشاءالله امیر راه شاد باشد. والله اعلم.